به یه ولاگ آخر هفته دیگه با من خوش اومدید. این هفته ولاگم با تمام هفته های آینده و هفته های گذشته فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه 2 ساعت دیگه من رسما سیتیزنشیپ استرالیا میشم. دارم میرم سرمونی مهمونی سیتیزنشیپی. شما رو میخوام با خودم ببرم ببینید که استرالیا چطوری آدما رو شهروند خودش میکنه. انگار الان میخوام جواب تمام این سالها دوری از خانواده و ایران و عشق و حال و دیگه یه جا به هم تقدیم کنم. و جالبه بدونید که مراسم ساعت 4:15 شروع میشه و الان 5 دقیقه به 4. و من هنوز دارم میکاپ هم نمی کنم حتی. این مراسم واسه من اینجوریه که واه من چند سال ایران نبودم. 7 سال من اول 97 از ایران زدم بیرون. اون موقعی که من زدم بیرون هنوز دلار فکر کنم 3000 تومان بود. یعنی تو ببین که هفته دیگه بلک فرایدیه، بریم کلی خرید بکنیم. از هفته دیگه یعنی از الان آفا شروع شده، همه جا همه مغازه ها میرن توی تخفیفای خفن تا 2 ماه دیگه. هلو پوریا لباس بپوش، همینطوری داره راه میره. به خدا دیرمون شده. خب همون یه ثانیه‌ای بپوش، موهاتو درست کن. ما چه خانواده بیخیالی هستیم. من واقعا هیچ برنامه‌ریزی رو استرالیا اومدنم نداشتم. یعنی اینطوری خدا منو برداشت گذاشت تو استرالیا. به خاطر اینکه خب من بابام که ایران زندگی نمی‌کرد، بابام که ایران نبود، یهویی به هم زنگ زد گفت من کارم درست شده دارم میرم استرالیا، اگه میخوای بیا. منم جمع کردم رفتم ترکیه. 1 سال ترکیه بودم، 1 سال و 7-8 ماه ترکیه بودم. بعد واقعا اومدیم استرالیا. روزی که من اومدم استرالیا هفته بعدش لاکداون شد به خاطر کرونا و تمام پروازا رو بستن. یعنی شانس رو ببین. و کلا بعدش دیگه اصلا استرالیا هیچکی رو قبول نکرد بیاد. زیاد ایرانی نیومد دیگه استرالیا. البته بگم وقتی که رسیدم آسون رسیدم، ولی وقتی رسیدم استرالیا پدرم در اومد تا جا بیفتم. اکسسوری دستبند. البته میخوام کت بپوشم. احساس کنم خیلی دیرم شده. اومدنم آسون بود، موندنم سخت بود. ببین اولاش فقط میگفتم کرونا شده بود، لاکداون شده بود، وگرنه من میخواستم برگردم ترکیه. فکر کن من این موقعیت رو از دست میدادم و اگه کرونا نبود برمیگشتم ترکیه. سلام. Let's go. الان ما باید 10 دقیقه بود که اونجا میبودیم، ولی 16 دقیقه دیگه میرسیم. برگاه سیتیزنشیپی رو گرفتم، خیلی هیجان دارم، میخوام باز کنم. اوه یالا من چیز نیست توشه. این چیه؟ باد بزن. وای سیتیزنشیپ شدم. مبارک باش. مرسی. حالا باید بشینیم تا سوگند بخوریم. آره سوگند بخوریم که به استرالیا متحد باشیم. مرسی. حالا این بر مراسم برگزار میشه دیگه، بریم یه صندلی پیدا کنیم بشینیم. بیاریم جلو. اومدم جلو نشستم همه چی رو بتونم فیلم بگیرم. برعکس دوران مدرسه. فعلا این خانومه داره میخونه دیگه، ببینیم چی میشه. این آقایی که قرمز پوشیده شهردار این منطقه‌ایه که ما اینجا زندگی میکنیم.
and whose laws I will uphold and obey. Thank you very much. Please be seated. I invite all grantees who are taking pledge to سوگندم خوردیم. congratulate you on the decision you have made. من اینو دادم واسم اتو کنید شروع که Us in the city of Ryde. Now that you're Australian citizens, you enjoy specific rights and privileges and responsibilities. These include بابا چه سختی همونطوری که اینو میذاری اتو میکنی اینم صاف میذاری اتو میکنی Australian citizenship. لباس مدرسه‌مو یه چند بار اتو کردم. It requires an understanding and an appreciation of how our society functions, the democratic principles. سرود ملی استرالیا رو میخوام بخونم. احساس کنم داره بارون میاد. یه گلم بهمون دادن. بریم خونه بکاریم. واسه سیتیزنشیپی پوریا اینا یه عالمه اومدن رقصیدن، موسیقی زدن. اینجا هیچ کاری نکردن. آره ابورژینا رو آورده بودن رقصای مخصوص و ولی بهتر دیگه زود تموم شه بره دیگه. هیچ کاری نکردن. اصلا نمی‌خواستیم بشینیم. مجبور شدیم. دوست داشتم واسم برقصن. ناراحت شدم. چرا من زیبا. یه بنر تبلیغاتی اینجا زدن. یه آقایی اینطوری کلید گرفته تو دستش. چند نفر وایسادن جلوش. میخوام برم یهو اینطوری کلیده رو از دست آقای مثلا بگیرم ببینم عکس العملشون چیه. پرای یارو ریخت بود. نشسته بودیم تو مراسم. بعد اون کسایی که تو شهرداری کار میکنن جلومون نشسته بودن. من و پوریا یه عالمه داشتیم میگفتیم شهرداره چقدر هیزه، به این دختره نگاه کرد، به اون دختره نگاه کرد. بعد یه عالمه چرت و پرت گفتیم. یه عالمه یه هوی جلوی پاشد برگشت گفت تبریک میگم بهتون. خانوم ایرانی بود جلومون. ایرانی میخواستم گفتیم چقدر یارو هیزه. آره گفتم یعنی آبرومون رفت. دوست داشتم زمین دهن باز کنه برم توش. خیلی بد بود. حس خوشحالیه که میکروفون نداری صدات نمیاد. اینجا شام شاید هم صدات بیفته ولی فکر کرده قراره شام مهمون من باشه. چیزی که متوجه شدم اینه. نمیدونی چی؟ هیچی. سلام از روز شنبه ساعت 6 عصر از صبح پا شدیم. یه عالمه ویدیو واسه اینستاگرام گرفتیم. همینطور که مشاهده میکنید درختمو گذاشتم. درخت ساده. less is more. من ساده دوست دارم. آخه خدایی دوست ندارم یه عالمه از این توپای رنگی باید پر توپ باشه. ببین هر چیزی اصولی داره. بعد ستاره داشته باشه، بعد توپ داشته باشه. زیبایی تو سادگیه. تنها چیزی که قبول میکنم بیاد روش توپای قرمز با پاپیونای قرمزه. آره خوبه. راضی؟ خیلی خوبه. مخصوصا این نور زرد گرما میده. اصلا خیلی خوبه. حالا میگیری. خب دیگه خلاصه داریم میزنیم بیرون. اینکه کجا میریم و نمیدونم. نکن این کاراره. بریم ببینیم اینجا کجاست. Cheers! میلیام خوشمزه.
داره. امیدوارم که گلوتن فری داشته باشه. در خودش باز شد. خب ببینیم که منیوش چیه. منیوش اینجاست پوریا، بیار ببینیم. خوشگله. ببینیم چی داره. تمام موهام وست کرده. اونجا هم هیچی نداشت. داریم میریم یه جای دیگه. غذاهاش تموم شده بود بیشترش. بریم ببینیم که کجا رو گیر میاریم. الان دیگه ساعت 11 شده. هر جا میریم آشپزخونه ها بسته شده. هیچ غذای دیگه ندارن. ما گشنه موندیم وسط خیابون. اومدم بستنی بخورم. یه بستنی خوشمزه. چاکلت. یه ذره توت فرنگی بریزم. نوتلا. وای من چاق میشم. چه کار بدی کردم. یام برم بخورم. هیچی پیدا نکردیم. اینو گرفتم گفتم یه خورده تفتش بدم با لیمو بخوریم. میگوه آماده شد. گوجه سبزا رو ببین. به به. اینم شام امشب ما و امروز ما بود. سلام از روز یک شنبه ساعت 5 عصر زدیم بیرون. اومدیم یه کافی بگیریم و ماشینمون رو پارک کردیم. میخوایم سوار کشتی شیم بریم یه سمت دیگه از سیدنی. نمیدونم چرا میخوایم با کشتی بریم ولی همینطوری گفتیم یه فانی داشته باشیم. سلام. با ما در خیابان‌های سیدنی قدم بزنیم. برو. اوی دستم خوردیم تو. 10 دقیقه باید بشینیم. با حال اینجا خیلی خوشگله. خب بریم داخل. اوکی. چه آفتابیه. منم عینکمو نمی‌بردم. برو مرتب. اون برم دیگه. خانوما از جلومون. من ضد آفتابم نزدم. اپرا هاوس رو داریم رد میکنیم. آره ما باید بریم اون ور ولی داریم میریم این ور. فکر کنم سوار اشتباه سوار شدیم. پوریا این داره میره دبل بی. اوه مای گاد ما اشتباه سوار شدیم. چه توضیحی داری بدی؟ از توضیحات داریم میریم یه جای دیگه. ببین من دیگه دست سرنمش بردم. هرچه برد اشتباه سوار شدیم. بریم ببینیم کجاییم. دن زدیم آقا پوریا چیکار کنیم الان؟ وایسی بریم اونجا رو بریم. اینجا چقدر خوشگله. بیا از تو این جنگله بریم بالا ببینیم به کجا میخوریم. خیلی جای باحالیه. زدیم دیدیم از اینجا به اونجایی که میخوایم بریم که هیچ کشتی نداره. بعد اون کشتی هم که بیاد ما رو از اینجا برگردونه اون جای اولی که ازش سوار شدیم 50 دقیقه دیگه میاد. خلاصه گیر کردیم اینجایی که الان هستیم. آخه قشنگه. آره خیلی باحاله اینجا. یه جور دیگه هست. این خونه ها چه ویوی دارن. به به. الان 40 دقیقه است داریم توی این کوچه ها راه میریم دیگه. برگردیم سمت اونجایی که پیاده شدیم
کشتی بیاد سوار شیم برگردیم دیگه. این خونه ها رو گذاشته واسه فروش. چقدر خوشگله. این چیزشه. آره پشت بومشه. روف گاردنه. باربیکیو اونور شیر و آب و سینک و ایناشون. آها پس این مال یه نفر نیست، مال کل مجموعه است. به درد نمیخوره. نه بوک میکنیم پرایوت دیگه، هر نوبت یکیه. نه من دوست داشتم فقط مال خودم. کنسل شد. من اینجا رو نمیخوام، اصرار نکن. باشه بریم. بریم بالا. وای چقدر خنکه، چه خوبه. از اونجا که هیچ برنامه‌ای نداشتیم خدا واسه همون برنامه جور کرد. بهتر همین دریاگردی داریم میکنیم. خب ما پیاده شدیم اومدیم اونجایی که اول بودیم. حالا نمیدونم پوریا میگه دوباره سوار شیم بریم اونجایی که میخواستیم بریم. به هدفمون برسیم. اینجا خوشگله، بذار نشونتون بدم. داریم میریم سوار شیم، امیدوارم این بار اشتباه سوار نشیم. بشینیم همینجا تا برسیم. 27 دقیقه راه آخرین ایستگاه. پوریا از دست تو. ایده من بود یا تو؟ پوریا تو گفتی بیا بریم. آقا تو گفتی بیا با قایق بریم، من فقط پوش کردم. خب پوریا من منظورم 4 ساعت پیش بود، نه الان. دیگه بعد از این واسه چیکار کنیم؟ برم خونمون. ما بالاخره رسیدیم دارلینگ هاربر بعد از 4 ساعت. بریم اینجاها رو نشونتون بدم. دیگه داغون شدم، باورم نمیشه که یه دور دیگه ما باید سوار شیم برگردیم. این زیر دریایه رو نگاه کنید چقدر خفنه. این وای مگس رفت تو صورتم. این مشکیه است، خیلی باحاله. بذارید از اون ور برم بگیرم. وای خیلی باحاله. اوه مای گاد. چقدر عجیب غریبه. این ناو جنگیه. وای ما یه عمره داریم راه میریم. من دیگه خسته شدم، من دیگه بریدم، من دیگه نمیکشم. چجوری برگردیم خونمون؟ اومدیم تو این استیک فروشیه. بوش خوشمزه است. نشستیم که یه میز خالی شه غذا بخوریم. چستی بیا تو هم بپوش. یام چی بخوریم؟ برای شروع بیا یه چیرز بده. چیرز. سوپه؟ آره. سوپ پیاز چه؟ داغ نیست؟ برای من که نبود. یه ذره فوت کن. خوشمزه است. حالا اومد نه. زبونم سوپ. غذامون اومد. حالا باید خودمون اینو بپزیم بخوریم دیگه، هر چقدر که دوست داریم. خوشمزه است؟ عالی. اگه سیدنی زندگی میکنید این خفن ترین بود. عالی بود. این خفن ترین بود. چقدر باحاله. شیرینی فروشیه. Hi. Good. How are you?
آره شهر قشنگیه. انگار اومدیم مسافرت. تو قشنگ انگار اومدیم مسافرت. فازمون چیه؟ نمیدونم. این چقدر باحاله. خیلی خوشگله. اینجا تک و توک مغازه‌های لباس فروشی باحال داره. یه دامن خوشگل خریدم از توشون. دیگه اومدیم اینجا وایستادیم توی استیشن ترین بیاد. دیگه من که عمرن حال ندارم این راهو برگردم سوار کشتی بشم. وایستادیم ترین بیاد با ترین برگردیم بریم. آره همینه میره سرکولاکی دقیقا اون جایی که ماشینمونه. میگم مترو. نمیدونم. آره بیا این ور. میخواییم سوار مترو شیم. 5 سال پیش سوار این شدم. بشه همین جلو. بشه همین جلو دیگه. باشه. میتونیم بریم اون بالا هم بشیم. آره بریم بالا بشیم. یه جوریه. باحاله. انگار منم شهربازی. اصلا کلا توریستی بوده. آره. امروز انگار اومده بودیم مسافرت. خلاصه اینم آخر هفته ما بود. اگه این ویدیو رو نگاه کردید دمت گرم، مرسی. لایک هم بکن دیگه، یه کامنتی، لایکی، بوس بهت. تا هفته بعدی ببینیم چیکار میکنیم. خداحافظ.